در شهر کراچی پاکستان یک نوع تاکسی مخصوص برای زنها تشکیل شده است. این تاکسی ها را پینک تاکسی یعنی تاکسی گلابی و یا به شکل کوتاه شده پکسی مینامند. راننده و مسافران این گونه تاکسی ها تنها زنهایند. زویا قریشی 22 ساله دانشجو است و هفته کمش یک بار به تاکسی احتیاج دارد. از اونجایی که راننده زن است من خود را امن و راحت احساس میکنم. از نوع سفر در شهر ما مشکل امنیت وجود دارد. سفر در گرد و اطراف کراچی تشویش آور بوده مشکل ایجاد میکند. در شهر کراچی که 20 میلیون اهالی دارد، اتوبوس ها معمولا پر از مسافرند. تحقیقات مرکز ذخیره های شهری کراچی ثابت کرده است که زنها در واسطه های نقلیات موردی بادرفتاری مردها قرار می گیرند. با این حال تاکسی گلابی که ماه مرد فعال شد برای زنان آلترناتیوی با امنیت است. رخشانه اسلم یکی از 10 راننده زن است که اخیراً به کار گرفته شد. قبل از آغاز کار او از تمرین امنیتی گذشت. ما در هر یک ماشین جهاز آتش خاموشکنی و کمک اولیه طبی داریم که استفادهش را آموخته ایم. در برابر کمک اولیه ما درس‌های دفاع از خود را نیز از بر کردیم. تاکسی گلابی را می توان با تلفن، ضمیمه تلفن هوشمند و یا با اشاره در کوچه کرا کرد. شرکت نقشه دارد که در شهرهای لاهور و اسلام آباد نیز این گونه تاکسی ها را راه اندازی کند. من فکر میکنم که در همه مناطق پاکستان چنین تاکسی ضرور است، زیرا در سراسر کشور زنان با مشکلات امنیتی روبرو میباشند. منعقدان میگویند بسیاری از زنان پاکستانی امکان پرداخت چنین خدمات مسافرکشانی را ندارند. زویا قریشی برای سفر کوتاهش 250 روپیه یا خود $2 پرداخت کرد که 2 برابر بیشتر از نرخ بلیط اتوبوس است. ولی زویا میگوید تا زمانی که امنیت زنان پاکستانی تأمین نیست، صرف نظر از نرخ این گونه تاکسی ها مشتری خواهند داشت.